twice in the AFC Champions League too. How does that get you? اول از همه خیلی خوشحالم بابت این دو تا بردی که داشتیم، هم بازی اول همین بازی. تقریبا سودمون از گروه مسجل کردیم و خیلی دو تا بازی دیگه هم یه ذره واسمون آسان‌تر میتونه باشه و بابت برد امروز خیلی خوشحالم. از کل بچه‌ها ممنونم که زحمت کشیدن، همشون تک تک. دوست داشتم نتیجه بازی بهتر از این باشه چون خیلی موقعیت داشتیم، هم خودم خیلی موقعیت داشتم هم بقیه بچه‌ها، ولی خب نتیجه خوبی بود. امیدوارم که تو بازی بعدم ادامه دار باشه. You scored twice in 5 minutes. What was the key to those goals? من واقعیتش تو این فصل خدا رو شکر از اولش فصل خوب شروع کردم و همیشه قبل از بازی یک دو روز قبل بازی همیشه فوکوس میکنم روی گل‌ها، تصفیه سازی میکنم و همیشه سعی میکنم خودم رو تو باکس نشون بدم بتونم گل‌های بیشتری بزنم. امروز هم خیلی شانس داشتم از گل زدم، حتی شانس 3 تا 4 تا، ولی از دست دادم. بابت این خیلی ناراحتم، ولی خب بابت برای